در هم تنیده می شود تا پارچه سفره ایرانی شود. 100% این کار تو شهر خودمون انجام میشه. حاج مرتضی که 50 سالی است در شغل بافندگی است، از کار خود میگوید. ما در این کارگاه پارچه‌های سفره قلمکاری میبافیم و 30 سانتی میبافیم تا 3 متری. با 4 کارگاه دیگر تأمین کننده خوراک هنری 500 ساله شده. سلام، خوبی؟ بیش از 70% سفره قلمکاری کشور تو شهر ما. پشتکاری که باعث شده کمتر جوانی در شهر خرزوق، پایتخت سفره قلمکار ایران، بیکار بماند. اکثرا سن پایین و جوون. آقا چند سالته؟ من 25 سال. چند سال تو این کاری؟ 15 ساله. علاقه شدیدی داشتم به صنایع دستی. خرزوقی‌ها به این هنر میشناسن. اکثر جوانای خرزوق این شغل انتخاب میکنن. از بچگی. از بچگی. آروها این قالب قشنگ میذاری، همه طرفشو نگاه میکنی، میای پای. در روزگاری که بیرونقی ارمغان کرونا بوده برای صنایع دستی، تو دوره کرونا بیش از 10 تا کارگاه اضافه شده. در شهر خرزوق بیش از 80 تا کارگاه تولید سفره قلمکار داریم که در سال حدود 200,000 متر مربع پارچه قلمکار تولید میکنن. آنچه رونق این هنر را تضمین میکند تنوع در طرح و کاربردی بودنش. طرح‌ها تنوعشون زیاده، ولی یه سری طرح مثل این طرح‌هایی که به اصطلاح تو پر میگن که گل ریزن، که اینام خودشون چند مدل دارن. یه سری طرح مثل طرح این که بوت جقه بهشون میگن و اینم بازم چند مدل داره که بوتاش فرق میکنه، که خطاشون فرق میکنه. که این یه سری یه طرح از بوت جقه است که رنگش تکمیل شده. یه سری طرح هم داریم طرح‌های صادراتی هستن. تو این کارگاه بیشتر کارهای صادراتی هم می‌کنه. کارهایی که آبروی هنر ایرانی است در آن طرف مرزها. هر کار تا میاد تموم بشه چقدر زمان میبره؟ نزدیک 100-2 ساعت. یه رنگش. چند تا رنگ مصرف میشه؟ با قالب‌هایی که ساختش هنر دیگری است، اما در این هنر اسیر دستان هنرمند می‌شود. اینا هر سایزیش یه تعداد قالب میخوره. مثلا الان اینی که دستی من است، هر رنگش حدوداً 150 تا قالب خورده. از همینا که اینجا گذاشتیم. بله. اما آنچه کار را در نهایت تثبیت می‌کند کارگاه‌های رنگرزی است. در اینجا بعد از تثبیت رنگ به وسیله بخار آب، سفره آب وارد پاتیلای مسی میشه که با آب جوش و جوهر و پوسته انار رنگ میشن و جلوه بهتری پیدا میکنن. حالا تحفه قلمکار خرزوق خارج از مرزها برایمان ارزآوری خوبی به همراه داشته. هر کاری که اینجا برام در میاد 100-120 تومن، تو کشورهای دیگه مثل استرالیا مثلا 700 تا 800 در میاد. هر یه دونه یه متری. بیش از 1600 هنرمند خرزوقی روی این سفره نان میخورند. هنرمندان این دیار تاکنون 25 نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در هنر قلمکاری دریافت کردند. محمد حسین ممنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، شهر خرزوق اصفهان.